دخترکو خرسند شادی میکنن، رقص بازی میکنن، شاید هم عروس هم بعضی محل توی چی میکنن، هم توی رقص کنن. البته بعد ای او چزایدگیو بدبختو میگیرن میپرتوین، الله لعنتون کنن. اصلا ما مسلمان ملت پرستی نشه، تاجیک بدن خودش ای یک فخر است، اور است، ننگ است. یک چی میگن، ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته که وقتی که اگر علم در چی میشوند در آسمان و در ستاره باشه، این اهل فارس همون علم میگیرن. یعنی که ما را پیغمبر خدا خودش الحمدلله یک جایگاه دادگی است. الحمدلله ما مسلمان با نگیر سر نکنم ملا، یعنی یک ملا رو پسند با خیتی رو در نظر دارم. اما میگیره خواهرای عزیزه که در توی خرسندی کردن در تیک تاک برای پرسموتر میگیرن. الله لعنتون کنه که آخ شما خواهر اچه نداره. اگر شما الله لعنتون کنه دختر نداره، خیالتو یا بسر چی میگن بر نمیگرده. خواهرها احتیاط